همزمان با افزایش حملات علیه طالبان، منابع به ترسپرس میگویند مخالفان این گروه در ماه‌های اخیر به تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر دست یافتند. موضوعی که میتواند محاسبه را در میدان جنگ به نفع مخالفین تغییر بدهد. یو اساسي ټکی ته چې باید موږ متوجه شو دي کې هیڅ شک نشته ده چې د طالبانو پالیسي سبب شوې ده چې خلک ځینې مواردو کې مجبور شي ټوپک ته لاس کړي. یک منبع آگاه از جریان‌های مخالف طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و ترسپرس گفت مخالفان برای یک رویارویی طولانی مدت با طالبان آماده می‌شوند و دامنه حملات در ماه‌های آینده گسترش خواهد یافت. و گفته این منبع مخالفان طی ماه‌های اخیر به تجهیزات نظامی پیشرفته‌تر دست یافتند، اما درباره نوع این تجهیزات و چگونگی دسترسی به آن جزئیات ارائه نکرد. در روزهای اخیر حملات مخالفان در شماری از ولایت‌ها و ویژه بدخشان افزایش یافته است. همزمان نشانه‌هایی از افزایش نگرانی در میان مقام‌های طالبان نیز دیده می‌شود. دا جنگ څوک کوي؟ عملاً په فیزیکی طریقې باندې جنگ کې څوک داخل دي؟ دا فایر څوک کوي؟ دا څوک دي؟ دا اشخاص پېژندل. این گزارش در حال منتشر می شود که صبح سه‌شنبه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان کشته شد و عصر همان روز نیز منابع از حمله به اعضای استخبارات طالبان در ولایت سرپل خبر دادند.